سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب یک عده از ما میپرسن که این چیزهایی که مثلا من در کلیپ میذارم و مردم نگاه میکنن چی هستن. خب بعضی هم که با الفاظ بد میگن اشکال نداره، ولی که امروز یک هم درسی باشه برای اون عده‌ای که میان از موجودات متافیزیک استفاده میکنن برای اذیت کردن مخلوق خدا. خب این از شخصی برای این جانب آمده موکلی فرستاده که بنده را اذیت کنه. بنده وقتی که واسدم نگاه کردم و این موجود رو به حکم الله گرفتم و ازش پرسیدم چه کسی شما رو فرستاده، نام شخصی رو گفت که اون شخص ایشون رو فرستاده بوده برای اذیت کردن این فقیر. من بارها به همه گفتم که علم چیزی نیست که شما مخلوق خدا رو با اون بخوای اذیت کنی. اگر شما تونستی با علمت کمک کنی به مخلوق خدا، در واقع دین خودت رو به اون علم ادا کردی. علمی که خداوند به شما عنایت کنه، چه ارضی چه سمایی، برای کمک کردن به مخلوق خداست، نه برای آزار. خب شخصی که این رو فرستاده خودش آگاست و میفهمه، ولی که جواب این فقیر به اشخاصی که این کارها رو میکنه، به عنوان یک فرد کوچک این جامعه از شما خواهش میکنم از اذیت و آزار کردن مخلوق خدا دست بردارید. علم شما یک علم اندکه، علمی است که شکسته میشه به حکم رب العالمین. عابدین تا امروز ندیدم از یعنی این گونه بگم لشکر خدا یا آل الله ارضیه، من ندیدم که از دست شیاطین شکست بخورن و هرچی هم که میگم بزن الله میگم و به حکم الله میگم و هیچ ترسی در این فقیر نیست. خب کلام رو به آخر ببریم. من میگم مکر و مکر الله والله خیر الماکرین. هر کسی هر مکری که بکنه خداوند مکری بالاتر از اون براش میفرسته. اون آقایی که چنین اشتباهی کرد دفعه دومشه چنین اشتباهی اون آقا میکنه. قسم میخورم در این ساعت و در این یوم به یوم حق است، قسم به ملک یوم، به موکلین یوم، از این لحظه اون شخص آرامشی براش نخواهم گذاشت. تو کردی مومن، حالا من میکنم. من سعی کردم بدی نکنم ولی شما خودتون خواستید. نام نمیبرم، حفظ آبرو میکنم، فقط میگم این ورق آماده نوشتن است که من این ورق رو بإذن الله بنویسم و با حکم رب العالمین من این سحر رو برگشت میدم به خودش و کاری میکنم که دردمند بشه و معنی درد رو بدونه و معنی مردم آزاری رو بدونه و هرگز مردم آزاری نکنه. یا مدد.
و اللهم اینی اسألک برحمتک یا الله یا الله یا الله، که رحمت و حکمت از آن پروردگار است و حفاظت به امر اوست، ولا غیر ولا غیر ولا غیر. در پناه ایزد منان، یا همدت.